این زمینه که دیوار شده است مکان است که اویله هاشیموف‌ها تست خبر میگیرند. تا سال 2015 این زن و شوهر با 8 اعضای دیگری اویلهشان در اینجا منزل آباد داشتند. تو نمی‌ها من موی مرد به سر میکنیم افتگی بره تو موی مرد من ولی هیچ گپ و کلاچه نه هیچی نه همه جو وای من می اول بتر شده خورفته است. مقامات او و بیش از 30 ساکن دیگری خیابان رحمان نبیف شهر خوجند را تابستان سال 2015 به خاطر خالی کردن جای بنیاد شهرک چین تاون که باید سرمایه‌گذاران چینی می‌ساختند کوچانیدند. Ayakta xonanda aqla dutda ser aqlash dutda o'ylay. Namozda serte chota o'yla doroyam. همون لایحه خانه‌ای که در اینجا ساخته می‌شود گفتند دیده شما یا نه نشون ندادن یک بار پشتن اینجا آنالیز گرفتن گفتن که طوری نمی‌بیاد اینجا گفتن با یک بار پشتن صورتش نشون دادن چلا دادن این چی alایده میپشد و میخکدن رفت جو که من ساختمان نشود اون لایحه زده میمونن که من نمی‌خوام مونده نیستی ما انا همین گفتیم که خیلی مالش برای تینجیگی آدم فقط سال آدم اسپاکوین میشد همینجا لایحه زده مونتون شتو هر خیلی گپا نشود کدگی این کدگی فریب دادگی هر خیلی گپا میگد ما و روی پروی ما گفتن که شما ما تا همین لایحه کده میدون تو چقدر چندی هزار دلار میزن ما و فرقش چیزی میلیون میلیارد خونه دار ما گفته اكون لایحه قیمت میشد اسمه قرارداد در این زمینه که آهسته به پرتابگاه تبدیل مییابد باید 15 بینای بسیار طبقه برای 1200 اویله مکتب چهارآشیانه و دیگر انشاءات اجتماعی ساخته میشد. خونه اجاره گفتگی اجاره زندگی که گشتیم اپل اجاره میتین ها اهل اویله هم کردیم 10 کس زندگی میکنیم شرایط هم وضبین در یک خونه زندگی در یک خونه ها مقامات شهر خوجند تأخیر در ساختمان چین تاون را به دیر ترتیب دادن لایحه ربط میدهند. کارهای لایحه‌کشی ادامه دارد در سطح جنبه است یک ترتیبی معین است تا لایحه تیار نشود از تشخیص دولتی نگذرد اجازه ساختمان دادن نمیتوانیم کارهای لایحه‌کشی دوام دارد چون که انشاءات بسیار انشاءات مهم است و جایگیرشوی شده است که از موقع تاریخی و گیالوگی که در اینجا نزد ساحل است بسیار کارهای تشخیصی و لایحه‌کشی تلاش می‌کنند تا رفته است. رئیس شهر خوجند اشاره کرد که قرارداد با سرمایه‌داران پابرجاست و مشکلی پیش آمده رفع می شود. با ساکنان قرارداد امضا شده است که حقوق آنها را حفظ می کند. در حالی که رئیس شهر درباره رعایت حق ساکنان گپ میزد آنها را ناروشنی در سنه آغاز کارهای ساختمانی نگران کرده است. حاضر قریب 9 ماه موندگی همین وعده دادگاهشون به وعده دادگاهشون بعد از ویران کردن سرد ساختمانشون در کار بود. الان که ساخته دادنشون در کار بود. تا اینجا که امروز فردا خیتایچه‌ها حکومت بالا موندن. حکومت خیتایچه بالا موندن. امروز این محبود و این محبود کده من که آوره کده همه ساختمان کده گشتیان. لایحه چند میلیون دلاری چین تاون نخستین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی چین به ساختمان بیناهای استقامتی در ولایت سوغد است که باید سال 2020 پرره ساختمان آن انجام یابد.